یک قصه برای بلندی همین خانه برای مردم فیض‌آبادی یکم بار مسکو میه یوانی خطی پرگول که میره هم خیلی زدن میبینه میگه یوانی همیه چی پرسیم همین لایزنش کی باشه یوانی هم خیلی هم میخنده میگه لایزنش میلش تو مره بگو که لایتهش کی باشه خیلی یک شوخی میکنیم برادرها ای به خاطر پاورای آشپزا داخل داره یک برادر در زندگیش یکم بار آرزو میکنه که آشخانه ده برم خوراک خورم خب میره به آشخانه ده میشینه افسیان میبیه سلام علیکم میبخشین فرجان چی داریم؟ گفته آش داریم و گلوبچی گفته کدومی سوزه؟ گفته خیلی آش لانچ دیگه گلوبچی داریم گفته 5 دانه گلوبچی بیار 5 دانه خیلی بیچاره میگه 5 دانه گلوبچی بگیریم میبره پیش مردکی بیچاره ده میمونه بسم الله الرحمن الرحیم سر میگه یک گلوبچی رو میکشه دروش یک پشم دیوم شوی میکنه با همه قیل خلاصه هم 5 تا گلوبچی رو میکشه دروش در میکنه قیله افسیان تفایرو میکنه میگه کتاب جال بتونه بیارو بر رئیس تونم فایرو کو گفته چی گپه کرد گفته ایران نمیبینی خیلی یک تاش دخل شد یک قیل غلطی 2 تاش 3 تاش 5 تا قیل داره شف فایرو کیجا گفته اکی جانه که اینجا عیب شف نیست عیبی همون پاوری خدا زده گفته چه عیبی پاوره گفته پاور مونیت دست شه همین کیف نیست یک دست داره همین فرش میگیره دوری بالگاری ده میمندازه چولش خدیسون میگیره دوری دیگ ده فریده سای همه عیبی پاوره